میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. وقتی ناوش آمد و رزمندگان مجاهد ما و نظامیان غیور ما چند تا موشک به سمت اون شلیک کردن، یه دوری زد و برگشت. این فتح دیگری بود به این عنوان که این فتح دیگر یک تفکر حاکم بر جهان رو در نظام سلطه به هم زد. یعنی فقط یه برگشتن ناو نبود، بلکه شکست یک تفکر بود که دیگه ناو در حقیقت ابراهیم لینکلن، ناو جرالد فورد، نام نمیدونم جورج فلان، اینها دیگه اثر ندارد. دوره اینها گذشته است. این مربوط به دوران حجر است. امروز قرن حجر نیست. اینها با نگاه عصر حجری حرکت کردن که هرچی گنده تر باشد، هرچی بزرگتر باشد، هرچی پیشرفته تر باشد، فکر کردن در مقابل اراده ها دلهره آورتر است، در حالی که انگیزه سازتر بود. همون جوری که ما قایق تندرومون میتوانست ناو رو فراری بدهد، اعباد ما میتوانست ناو رو فراری بدهد، موشک ما میتوانست ناو رو فراری بدهد، این یک رقم زدن عصر جدیدی در جنگ های آخر الزمانی است.